میخوای بفهمی اشتباهات توی آرایش کره‌ای چیه و به طور کلی یادش بگیری؟ سلام خوشگلا. Cherry flavored. Want a taste? اسم من تیموس و توی این ویدیو قرار بهتون بگم چجوری میکاپ آسیای شرقی رو خوشگل کردم. برای این ویدیو من میکاپ دوین انتخاب کردم. یه میکاپ چینیه که تقریبا شبیه میکاپ کره‌ایه ولی خب یکم سنگین‌تر، خیلی سنگین‌تر در واقع. اشتباه اولم توی میکاپ سابقم این بودش که کانتور نمی کردم، در واقع از برونزر استفاده می کردم. فرقشون اینه که کانتور یه رنگ قهوه‌ای نزدیک پوستتونه که توناژ سرد داره، ولی برونزر همون رنگه ولی خب توی توناژ گرم که توی میکاپ های سبک آسیای شرقی اونقدر از این رنگ استفاده نمیشه و اکثرا کانتور میکنن جای برونزر استفاده کردن. بعد از اینکه کانتورمو انجام دادم میام با یه مداد سفید نوک بینیم و بالای بینیمو رنگ میکنم. اینکه فقط نوک بینی و بالای بینی رو رنگ کنی باعث میشه بینیتون کوچیک‌تر نشون داده بشه نسبت به سبک قدیمی که کل کانسیلر رو مثلا میزدیم روی تیغه بینیمون اگه یادتون باشه. بعدش با یه صورتی خیلی ملایم، خیلی گلبهی، خیلی روشن برای زیر چشام و کنار بینیم استفاده میکنم. اگه صورتتون خیلی روشن تر از اینی که من زدمه با یه سفیدم اگه ترکیبش کنید اشکال نداره. بعدش از همین رنگایی که میبینید میزنم بالای چشم و پایین چشم. اشتباه دومم زدن سایه تیره اون جگری که قبلا نشونتون دادم زیر کل چشام بود، نه اینکه فقط قسمت بیرونی چشام، یعنی کل خط مشم رو میزدم. واسه اگیاسر از مداد سفید استفاده میکنم و هایلایتر طلایی که به رنگ پوستم میاد، به آرایشم هم میاد و هم زیر چشام اونجوری که دارید میبینید فقط زیر چشم و جلوی چشم و یک کوچولو بالاترش همونجوری که دارید میبینید چون طبیعی تر میشه. اشتباه سوم خط چشم کلفتیه که اصلا بهم نمیومد. الان بهش از یه سایه و یه برش سرتخت استفاده میکنم و خط موج رو یکم اونورترش رو میکشم. همین. برای ابرو هم ابروتون نیاز نیست خیلی کلفت باشه، برای همین من یک کوچولو ابروی خودم رو توش یکم پو کردم صرفا. بعد واسه چشما از این دوتایی که زینویس کردم میتونید استفاده کنید که یه برق خیلی مناسب مشکل بالا میده بهتون. واسه لبه تینت صورتی معمولی هم بزنید فرقی نمیکنه. پروژه گونه هم روی گونه، بینی و چونه، یعنی همه جاتون رو پروژه گونه ای کنید. این هم از نتیجهش. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.